به نام خدا. سلام دوستان. میخواستم به توضیح بدم در رابطه با کتاب سئو در 3 جمله. ببینید در حقیقت نمیشه سئو رو با اون همه مباحث و ریزه‌کاری هایی که داره در 3 جمله خلاصه کرد. اما میشه سئو رو در 3 تا جمله به نوعی دسته‌بندی کرد. اون 3 تا جمله اینها هستن: اینکه ما بیایم یک محتوای خوب تولید بکنیم، دیگران میان به ما لینک میدن و اون محتوای خوب رو به همدیگه معرفی میکنن، نهایتا گوگل به سایت ما سر میزنه، ما بیایم با رعایت یه سری از جزئیات با زبان خود گوگل ازش استقبال بکنیم. اصل تولید محتوای هست. اگر ما محتوای خیلی خوب تولید بکنیم، خود به خود جمله دوم اتفاق میفته و با یه سری حالا ریزه‌کاری خاص ما به جمله سوم دست پیدا میکنیم. ولی مهمتر از هر چیزی، چه برای حالا الگوریتم سابق گوگل چه برای الگوریتم پاندای گوگل، این هست که ما محتوای خوب تولید بکنیم. در صفحات پایین‌تر شما اگر بیاید میبینید که جمله اول با 12 تا سوال بهش پرداخته شده، جمله دوم با 16 تا سوال و نهایتا جمله سوم با 35 تا سوال و در انتها هم ابزارهای مفید برای مدیران وبسایت ها و منابع مفید برای مدیران وبسایت ها معرفی شده. خیلی ممنون.